قرآن بس است، ما نیاز به حدیث نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران اسلام، قبل از همه در این روز سعید، روز اجابت دعا کنیم پروردگارا. امروز جمعه و همه روز و همه وقت و همه سال ما را با برکت مبارک بگردان. طاعت عبادت و تمام نیکی های ما و توبه و تضرع ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگارا در این روز اجابت دعا همه ما، اهل خانواده و فرزندان، جمله مؤمنین را از گناه پاک بگردان. پروردگارا در این روز اجابت دعا رحمت، مغفرت و خیر و برکت و روزگی خودت و با دیدار عزیزت همه ما را مشرف و منور بگردان. در این روز سعید جمعه از نام همه ما و اهل خانواده و فرزندان ما و حضرت محمد علیه السلام سلام، درود و صلوات و خیر و برکت زیادت را برسان. شفاعتش را نصیب روزیمان بگردان. پروردگار در این روز اجابت دعا همه ما را روزگی والدین نصیب روزی بگردان که در روزگی والدین روزگی خودت است. پروردگار در این روز اجابت دعا همه ما را در تربیت فرزندان و اهل خانواده کامیاب و موفقمان بگردان. همه ما را فرزندان صالح و ذریه های ابرار نصیب روزیمان بگردان. در این روز سعید، در این روز مبارک و اجابت دعا، پروردگار گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور، روحهایشان را شاد بگردان. پروردگار در این روز اجابت دعا کشور ما را از تمام آفت و ضرر و خطر و فتنه ها در حفظ و حمایه و پناه عصمت خودت نگه بدار. و همه اون برادران ما، هموطنان ما که در خارج کشور در مهاجرت مهنتی هستند، همگی را در کسب و کارشان برکت و از تمام فتنه و ضرر و خطر در حفظ و حمایه و پناه خودت نگاهشان بدار و سالم و غانم به نزد پیوندان بر بگردان. پروردگارا دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما، دستهای ما را خالی مگردان. همه ما را از بندگان صالح مصلح و نیکو نکوکارت قرار بده. همیشه عملهای صالح و نیکی ها و نکوکاری ها نصیب روزیمان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران اسلام، حیات و این زندگی و این دنیای امتحان است. پروردگار هر بنده‌اش رو که این دنیا میارد برای امتحان گرفتن میارد و هر نفری که چشم می‌گشاید در این دنیا و در این زندگی در امتحان قرار دارد. مهم اساس این است که حکمت زندگی، مقصد زندگی و مقصد از این زندگی را درک کردن است و سعادت و عزت و برکت این دنیا و آخرت را به دست آوردن است. اگر این دنیا یا این حیات یا این زندگی اگر امتحان نمی بود، نه کتاب ها فرستاده می شد، نه پیغمبران فرستاده می شد، اختیار می شد از بین مردم تا اینکه این دین و این کتاب و یا که شریعت و حرام و حلال این همه را تعلیم بدهند. نه جنت بود نه جهنم. حالا ببینید این همه از یک طرف. از طرف دیگر اگر پروردگار به انسان عقل نمیداد، حالا نه کتاب میفرستاد، نه حرام بود نه حلال بود، نه شریعت بود، نه یعنی جهنم بود نه جنت، این همه نمی بود. حالا که انسان پروردگار به انسان عقل دادگی که هست، در نتیجه دادن این عقل به انسان این همه وزنینی ها و دشواری ها، یا اینکه این جنت و جهنم آفریده شد، یا اینکه این کتاب و پیامبر و اخیرا کتاب از پروردگار یعنی قرآن عظیم الشأن و اخیرا پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
برای انسان ها اختیار کرده شد و برای مردم فرماندهی وظیفه دار شد. پروردگار میگوید استعیذ بالله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسول، یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، هر چیزی که به تو فرستادم از کتاب. ولی قرآن این وحی دو نمود وحی داریم، یکی وحی تلاوت شونده و یکی وحی تلاوت نشونده. هر دو این از جانب پروردگار است، از جانب الله سبحانه و تعالی است. وحی تلاوت شونده این قرآن است که تلاوت می شود، در نماز خوانده می شود و خواندن قرآن با تلاوت است، با قاعده های مخصوصی تجویدی خود است. و وحی تلاوت نشونده این حدیث های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. تلاوت نشونده است که در نماز خوانده نمی شود، اگر خوانده شد به قرائت خوانده نمی شود، قرائت و تجوید مخصوصی ندارد حدیث. و اکثریت کل حدیث های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم شرح دین و شرح قرآن است، شرح تفسیری چی؟ قرآن است. ولی بعضی گروه های بدخواه اسلام دعوا میکنند که قرآن بس است، ما نیاز به حدیث نداریم. یعنی اونو اصلا میخواهند که اسلام هم محو کنند، اسلام اصلی اسلام یا حیثیت اسلام یا مضمون و معنای اسلام رو از بین ببرند. خب دیگه بعضی‌ها بنا مسلمان یا که غیر مسلمان این فکر رو جانبداری میکنند که اصلا این به هیچ حقیقتی و به هیچ منطقی و به هیچ عقل و به هیچ حکمت موافق نیست. این کاری روی رست دین مبین اسلام است. وحی تلاوت شونده است و وحی تلاوت نشونده، هر دو هم از جانب پروردگار است. وحی تلاوت شونده این قرآن هم کلمه‌اش، هم مضمونش، هم ترتیلش، هم قرائتش، هم قاعده و تجویدش از طرف پروردگار با پررگی آمدگی است. هیچ دخالتی ندارد در اینجا که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هیچ دخالتی ندارد. هر چی که اومد پروردگار آورد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یعنی به یاران امر کردند که بنویسید این آیت بعد فلان آیت در فلان سوره، بعد یعنی از فلان سوره این آیت از اینجا هست. یعنی هیچ دخالت هیچ کس نیست در قرآن، دخالت هیچ کس نیست. حالا حدیث‌های شریفی که هستن این همه مضمونشون از پروردگار است، لیکن با لفظ و با عباره‌ای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، لیکن این هم وحی است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی هر چیزی که ما به تو نازل کردیم، چی از قرآن چی از مضمون حدیثایی رو که وارد کردیم برای تو نازل کردیم، این همه رو به دیگران برسون. یعنی این همه قرآن و حدیثا رو به امتانت برسون. پیامبر علیه السلام میگه که بلغوا عنی ولو آیه، و به هر مسلمانی هم میگه که شما برسونید اگر یک آیت، یک مضمونی هم باشد، یک کلمه هم باشد، یک جمله هم که باشد، از من یعنی به اهل خانواده‌ات، به فرزندانت برسون. بگو که خدا این گفته است، رسول خدا این گفته است. بچه مثلا رحم و شفقت و دیگر آداب و اخلاق و وقتی که فرزند کمی عقلش بجا که آمد، باید بچه ما بسم الله بگو، به دستی راست بخور، با پای چپ یعنی تشناب بدرو، با پای راست ببرو، با پای راست خانه بدرو، با پای چپ از خانه ببرو، با پای راست مسجد بدرو. وقتی مسجد آمدن بگو بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله اللهم افتح لی ابواب رحمتی. وقتی هنگامی در آمدنی به مسجد دعای مسجد رو بگو، سنت است که درهای رحمتت رو پروردگار برای من باز کن. حالا که از مسجد خارج شدی با پای چپ خارج شو، با پای راست داخل شو و با پای چپ خارج شو. یعنی این همه سنت‌هایی هست که یعنی رعایت این آداب است، اخلاق است، برکت در زندگی هست، عزت است، برکت است برای خود و برای فرزند. حالا فرزندی هم که در خانه باشد بسم الله بگو، به دستی راست بخور، نالت رو میانه بگی، نه خورد و نه کلان زیادی که دیگه لباد ندارد یا دیگر. یعنی همه این آداب است. این همه حتی که یک کلمه رو وقتی که میرسونید
وقتی که اون عمل میکند، حالا به فرزند گفتید که بچه پیش از خوردن بسم الله بگو. حالا این بچه 5 ساله است یا 4 ساله است یا 3 ساله است، از 3 سالگیش تا 90 سالگیش هر وقت که بسم الله گفت، همین رو کی تعلیم داد؟ شما. حالا شما همه یعنی یک روزه می رویم، باز بعدی ما فرزندانم می روند، همه به نوبت می روند، لیکن ما رفتیم بعدی ما حال فرزنده هستند. حالا اون فرزند تا 90 سالگیش وقتی که بسم الله گفت، همین ثوابی همین بسم الله یا تعلیم دادگی با اون قبر می رود. این مضمون اون رو دارد که از این دنیا قطع نمیشوید، محروم نمیمونید، از این دنیا مقطوع و محروم نمیمونید، همیشه ثواب میرسد. برای همین است که میگوید که بعضی از پدران وقتی میبینن که خیلی مقامهایشان زیاده و برزیاد، یعنی عالی و درجه و زیاد رفتن، میگیرد میگوید پروردگارا من که عملم قطع شد، این همه اجر و این همه اجر، این همه مقام و این همه درجه و این همه از کجا؟ میگن این عملهای فرزندانت است، عملهای نیکی فرزندانت است. وقتی که فرزند عمل نیک انجام میدهد، حتی که روحی همون پدر یا روحی اون مادر مباهات میکند، دغدغه میکند، واهمه میکند که الحمدلله فرزندی من، یعنی باعث افتخار میکند روح. ولی زنده هم باشد، البته هر پدر مادر به فرزندی نیکش میبالد، مینازد، میفخرد، ولی که بعد وفات هم چنین است. برای همین دین آداب، دین اخلاق، دین محبت، دین مهر، دین رحم شفقت، دین یعنی دینداری خیرخواهی، دینداری یعنی نیت نیک، دینداری یعنی قلب صاف و پاک، دینداری یعنی عملهای نیک انجام دادن، دینداری یعنی بدخواه نبودن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرزندشون حماد رحمت الله علیه میگویند که من از 500,000 حدیث در زندگی برایت همچون پند و اندرز و نصیحت 5 حدیث پیشنهاد میکنم، این 5 حدیث رو در زندگیت عملی کنی فرزندم، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو به دست میاری. امام بخاری رحمت الله علیه همین صحیح بخاری کتابش رو از 600,000 حدیث اختیار کردگی است، یعنی این مختصر است، یک کتابی مختصر، یعنی انتخاب شده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که از این 500,000 حدیث برای 5 حدیث پیشنهاد میکنم. یکی ما و شما نصیحتی امام ابو حنیفه به فرزندش حماد رو به فرزندان خود اگر توصیه کنی، تعلیم بدهیم، چقدر برامون عزت است، برکت است، سعادت است، اجر است، پاداش است، کامیابی است، خیر برکت زیاد است. حالا میگوید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفتگی است که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. یعنی میگه فرزندان، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفتگی هستند که هر عمل انسان وابسته به نیتش هست، هر کاری رو با کدام نیت انسان انجام بدهد، پروردگار وابسته به همون نیتش، اون عملش رو وابسته به نیتش قبول میکند، یا اجر یا اگر نیت نیک باشد اجر و پاداش، اگر نیت بد باشد یعنی عقاب و عذاب. مسجد میاد به خاطر رفیقی که رفیقی کنم، همراه بروم با این. حالا این رفیق نگوید که من بی نماز هستم، به خاطر رفیق میآید، ثواب میگیرد؟ نه، گناه میگیرد. چرا که مسجد نماز به خاطر رفیق، به خاطر رئیس، به خاطر شخص، به خاطر دیگره، نه، اون هیچ اجر ندارد. چرا اجر ندارد؟ با وجود این که نیت میکند، اون سجده میکند، رکوع میکند، میخواند چیزی، دیگه هیچ ثواب ندارد. به خاطر اینکه به خاطر خدا نمیخواند، به خاطر رفیق اومده است. بعضی‌ها رو میشنن میگه بچه من اوی تاره دیگه مسافیده کار رفته سودن قدشون من برم، یعنی اون هیچ اجر ندارد، هیچ پاداش ندارد. یا اینکه برم مسجد، خب دیگر من رو هم ببینن که نماز میخونم، تمام، غیر از معصیت و گناه دیگر هیچ چیزی نیست. انما الاعمال بالنیات. ازدواج میکند، ازدواج رو با کدام نیت؟
و نیت کند که خانه شهوت رونی کند، یعنی شهوت رونی کند. در نتیجه همین نیت بعد میبینید که در زندگی نه فرزندی نیک است، نه زندگی با برکت است، نه همون همسر نسبتش محبت دارد و خیرخواه است، نه دشمنی جانش است، در سرش 4 مرز میشکنه، یا که فرزندها از گلویش میگیرن. و نیت نیک که از حرام روی بگردانم، یک حلال باشد، عبادتی باشد برایم، زندگی پاک باشد. در برابر این به نیتی که فرزندانی نیک پروردگار برایم عطا کند، خداوند عزوجل این نیتی نیکش هم فرزندی نیکش میدهد، هم زندگی با برکتش میدهد، هم فرزندانی صالحش میدهد، هم خانه با برکتش میدهد، هم همون همسرش محبوب ترین مهربان ترین برایش، یعنی یک عمر با اون زندگی میکند. در نتیجه چی؟ در نتیجه همین نیت. برای همین فرزندشون رو نصیحت کردن که تمام عملی که انجام میدی قبل از عمل نیتت رو نیک، تا اینکه اون عملت با برکت شود. مسجد اومدی، بسم الله الحمدلله اللهم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار درهای رحمتت رو برای من باز کن، من شکرانه بندگیم به جا بیارم، سجدهت کنم، دوستی کنم با تو در این بالای خاک، تا اینکه زیر خاک من خوار نشوم، زور نشوم، عذاب نشوم. عبادت رو، تمام عبادت رو بنده مؤمن خالصا لله انجام میدهد با نیت چیز؟ اجر و پاداش به دست آوردن، شکرانه نعمت ها رو به جا آوردن. پروردگار این میلیون ها و میلیارد ها و تریلیارد ها نعمت ها برای من عطا نموده، شکرانه این نعمتت نمازی بگذارم. نشود این نیتت، این نیت نیک اون عمل ها رو میکند با برکت. این نکن. حالا دیگه اون میگه که چیز؟ نصیحت دوم، نصیحت اول چیز؟ همیشه میگه فرزندم نیتت رو نیک کن، هر عملی انجام بدی انجام بده، همیشه نیت نیک، عمل نیک انجام بده، تو اینکه عزت و سعادت دنیا و آخرت رو به دست بیاری. دوم میگه که چیز؟ پیامبر علیه الصلوة والسلام گفتگی هستند من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. فرزندم هر چیزی که معنا ندارد، هیچ مضمونی ندارد، هیچ در اون منفعتی نیست، منفعتی نه دینیت هست نه دنیاییت هست، با اون کار مشغول نشو، با اون گپ مشغول نشو. بعضی که اونو نه یک صحبت علمی، نه یک صحبت فرهنگی، نه یک صحبت یعنی یک قصه پندآمیز، نه هیچ گپی بی‌معنی، یگان لقلقی بی‌معنی، ساعت‌های در روز میشینن گپی بیهوده، غیر از گپی بیهوده و غیبت خدا نشان دهد. و غیبت کل حرام قطعی است. غیر از غیبت و دیگر تنقیط و مزاق و شوخی و باز، خود درست است شوخی راست باشد برای، یعنی گاه اجازت از شریعت اسلامی محروم نکرده است هیچ کس رو، لیکن راست باشد، یعنی شوخی و خنده و جا با موردش و با مضمون باشد، نه گپای فچی بیهوده بافته ساخته دروغی که در نتیجهش گوینده هم شنونده هم آسیب و گناهگار شود. نی، هر چیزی که در اون منفعت دین و دنیا نیست با اون مشغول نشو، یعنی وقتت رو بیهوده نگذران، وقت رو بیهوده نگذران، چرا که وقت این ثروتی هست که از دست رفت بر نمیگردد. تمام، همین روز رفت تمام، دیگه این روز نمیآید. همین روز رفت، یک روزت کم شد، یک روز کم شد از عمر. 70 سال عمر داشته باشی، این سال رفت تمام، یک سالت کم شد. برای همین میگه با کارهای بیهوده، با سخنهای بیهوده، با غیبت و با دروغ و چیزایی که هیچ معنی و مضمون ندارد، هر کاری که یا هر سخنی که نه منفعت دینت هست در اون، نه منفعت دنیا هست در اون، وقتت رو با اون بیهوده نگذران، وقتت رو تباه نکن، عمرت رو تباه مکن. یعنی همیشه عمری با برکت ببین. عمری با برکت دیدن در چی هست؟ وقت رو صرفناک، مقصدناک استفاده، عمر رو مقصدناک استفاده کردن است. نصیحت سوم میگه که فرزندان، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفتگی هستند که لا یؤمن احدکم حتی یحب ما یحب لاخیه ما یحب لنفسه.
هر چیزی رو که برای خود دوست می‌داری برای برادر مؤمن دوست بدار. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. هر چیزی رو که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مؤمن دوست بدار. در یک کاری می‌بینی که حالی که ضرری خودت و می‌دونی که در همین ضرر هست، اون برادر مؤمن یا رفیقت رو از اون آگاه کن. نفری که بنام صاحب کار یا تاجر است که فریب میکند، اکثریت رو فریب میخورن، حالا فریب خورده ای از اون، حالا میبینی که با رفیقت، با همسایت، با خویشت، با کسی که نباشد، با یک مسلمان میبینی که با اون معامله دارن، آگاه کنی رو که من از این آدم فریب خوردگی هستم. خود در روبرویش اگر در روبرویش خطر است در عقیبش، من از همین انسان زیان و ضرر زیاد دیدگی هستم. برادر عزیز احتیاطت رو بگیر تا اینکه فریب نخوری. من فریب خوردم، فریب نخور. هر چیزی که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مؤمنت دوست بدار. هر کاری که فایده است اون میبینی که رفیق نوس میکشد، برادر رفیق بیو گون کمی بوی بدی همی و دندون همه را رسو میکنن، نکنم این کارا. یا سیگار، حالا همین یکی نوش و سیگار فلان شنید یا مواد مخدر و دیگر میکشن برای چی؟ حالا هم نسکش هم میگه که برای بیا رفیق نوش کپا کنین سر توزه شود. با نوش سر توزه میشود؟ نه. یک بار میکشد، دو بار میکشد، 10 بار میکشد، در روز 20 بار میکشد خوب میرود، میخیزد همون تکسری و جوگه خوبش همه داغ و بو و تفت، یعنی از بویش. آفرین به همون زنی که در پهلوی نسکش خوب باشد. بیچاره مظلوم، زن مظلوم است، زنی نسکش مظلوم است. سر توزه شود، یک نوش کپا کنم که سر توزه شود، از برای خدا سر توزه می شود؟ نه، سر ویران می شود. ولی نوش نکشید دیوانه تیور، یا نه کلک کار میکنه، نه طاقت یگون چیزی دارد، نه. حالا الحمدلله فکر میکنم که خیلی کم شده است نوش، هم خلاصی نیست. پیش بسیار بود ولی کم شده است. خیلی جوانا اصلا من نوش نمیکشن اکثریت. حالا این نوش یک بار سر ویران کرد یا سر توزه کرد، سر ویران کرد، تمام. به نوش نمیتواند دیگر، معتاد شد. یا لحظه به نوش ایستاده نمیتواند. یکی از شناسای ما هست خیلی دانشی، یعنی فرهنگ و معرفتی علمی، خیلی پداگوگی خیلی مشهور هم هست. لحظه به نوش ایستاده نمیتواند. یکون سوالش که میگه مثلا نوش ما بکشم، نوش هم میکشد، بعد یکی کلا در کار میگیره با گفتی خودش. نه، کلا ویران شدگی، سر ویران شدگی است، تمام. نوش ویران میکند سر، تمام. با اینم قانع نمیشود. بعد میگه که ایش نشد بیا همین دو دیدیلا ببروریم. بس سیگار یک تا میکشد، 2 تا میکشد، 10 تا میکشد. هیچ نیست که بعضی سیگار کشا را حس نمیکنی، بعضی سیگار کشا از پیش میگذاری بوی چی میکنه، یعنی بوی بد داره. نمیدونم از حسابی سیگاری ارزان و قیمت باشد یا اینکه تیسه لباس عوض میکنن باشد، حالا نمیدونم چه سبب. به هر حال بعضی نوسکشا و بعضی چیز سیگار کشا بوی بد میکنن. حالا بعد 1 تا میکشد، 2 تا میکشد، 10 تا میکشد، 20 تا میکشد. هیچ نیست که دیگر اون دود دل براید، دود دل میبراید، نه، دل پر دود میشوند، دل و جگر و شوش و همه عضوهای داخلی معیب، همه آسیب دیدگی. 4 قدم میماند، حدمکش میبراید، راه گشته نمیتواند، تمام. نفس کشیده نمیتواند، همه را سوزانده است، داخل سوختگی هست. ولی دود دل نبرامد، برعکس دل پر دود شد، داخل پر دود شد، دل شد پر دود. دود دل براریم نه، دل پر دود کنیم شد. اینش هم بخیرتر. حالا بعد میگه که این نشد، یک چیزی که پرواز کنم. چکار کنم؟ پرواز کنم. بانگ. بعد بانگ میزنه و فیرش که پرواز. حالا دیگر نه اقتصادیاتش میماند، نه شرافتش میماند، نه آبرویش میماند، نه حیثیتش میماند، نه شخصیتش میماند. این چیزش همه برهم. خود دیگر او بانگی هم شخ میشد، کرخ میشد. بانگش نزنه دیگر انسانیش هیچ چیزش نمیماند، تمام. خدا نشان هدیت داره. بعد بگید که یکی این نشان نشد. یتایش بزنیم که دیگر دنیا در نظر هم مثل کیم چی باشد. اونش چی هست؟ مواد مخدر، گیره. بعد 1 تا 10 تا میزند، هم قطعی میمرد میرود. بعد همونی که با گیره ما توب میکند خود رو
بعد حاضر است که برات مادرش بفروشد، از اون زهر قاتل بخرد. همسرش رو حاضر است که ببرد بفروشد و در عوض اون از اون زهر قاتل خریداری کند. ولی در این راحت است. برعکس اون اینه که میخواست که دیگر سر تازه شود و دودی دل براید و پرواز کنم و دنیا دیگر هیچ چیز نه، بر انسانیت و حیثیت و شخصیت خودش رو نیست نابود کرد، زندگیش رو برباد داد، شرافت و کرامت انسانیش رو برباد داد. برای همین میگه هر چیزی که به ضررت است دیگران رو آگاه، هر چیزی رو که برای خودت دوست می‌داری، برای برادر مؤمنت، برای برادر مسلمانت، برای برادرت، برای رفیقت، آن رو دوست بدار، آگاه کن. پند دیگرش گرفته از حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات، یعنی حلال معلوم است، حرام معلوم است، حرام میدونید، حلال میدونید، ولی بین این حلال و حرام بعضی چیزهای شبهانک است، عمیق نمیدونید حلال است یا حرام است، دور باش میگه از همین چیزهای شبهانک دور باش. حالا بعضی میگن نص طهارت میشکند یا نمیشکند، شبهانک است، دور باش. نص کشی طهارت کن، اصلا باید نص نکشی. حالا که نص کشی اون بدن علمای میگن که اول کشیدگی رو میبرد، یعنی عضو سست میکند، ولی شاید بودت ببرد هیچ نکنی، بعد نماز به طهارت بخونی، یعنی این تاثیر دارد، همین تاثیر دارد در تمام وجود انسان تاثیر دارد. بخاطر که به همین شبهه نماز نخونی طهارت کن. اصلا همین طهارت کردن هم علمای میگن که نص کشیدی طهارت کن، بخاطر که همین نص کمتر بکشی یا ترک کنی پرتویش. ولی نماز عصر خواندی میگی نماز شام نزدیک است بس نص نکشون. خب یا ساعت یک نیم ساعت فاصله 2 ساعت حالا شام خوندی یک نیم ساعت دیگر فرصت است بس نص نکشون. خب برات آسان میشه ترک کردن این نص، پرتوش تمام جانت خلاص. ولی بعضی کمبغلایی رو میبینید و بعضی یعنی نادارایی که در یک روز 100 بار که خب مبالغه نشود اگر چند باری که میکشن. حالا فرزنداشو میبینید نسکی گریدگی و که هیچ شرایط زندگی ندارد. حالا باید میگید برادری عزیز اکا همین یک سال چند سومون در نص میخرید، قریب 10,000 سومون در نص میخرد و همین 10,000 سومونی که در یک سال نص میکشی یا سیگار میخری، همین ذخیره کنی برای فرزندات نسکی و یگان خوراکی یعنی با ارزشی خوبه که فرزندات یک رنگ روشان و تن از جانشان صحتمندتر و بهتر و خوبتر باشد. این خوب نیست. لیکن وقتی که حالا که دیگر اون نص کشید سر ویران شد حسابش گم میکند، کلاوش گم میکند. دین یعنی چی؟ دین یعنی فرزندان رو نصیحت کردن، دین یعنی فرزندان رو ادب و اخلاق آموختن، دین یعنی با برادران و با اهل و خانواده و خویش تبار صله رحم و مهر و محبت و احترام و قدردانی کردن. این همه دین است. نه دین این نیست که یعنی خشونت و غیبت و دروغ و سخنچینی و بدگویی و کفر و یا که لعنت گفتن به یک مؤمن. لعنت گفتن به یک مؤمن حتی کفر است، خدانشان ندهد. لعنت گفتن به یک مؤمن حتی کفر تو درجه کفر انسان رو میبرد. یا پیش فالبین رفتن انسان رو نعوذ بالله، حالا رفتنش یعنی 40 روزه نمازش باطل است، حالا قبول کردن اون کفر است، برای که دروغ است، فند است، فریب است، غیر از فریب دیگری چیزی نیست. دعا کنیم پروردگارا امروز همه روز ما رو مبارک و با برکت. پروردگارا خصوصا همون جوانانی که کم سواد و کشف هم هستند که گروه های افراطی اونا رو سوی استفاده میکنند، همگی رو توفیق ایمان هدایت کامل نصیب روزی بگردان. پروردگارا بین مسلمانان اخوت و محبت و دوستی و برادری و یکدیگر فهمی و یکدیگر قدرکنی را دائمی و ارزانی بگردان. پروردگارا بین مسلمانان و امت اسلامی تمام فتنه و تمام عداوت و دشمناگری و بدخواهی ها را ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی بگردان. خصوصا کشور ما را همیشه آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگارا پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین
و همه این حاضرین که به امید خانه‌ات آمدند و دست امید به سوی خودت برداشته‌اند، همگی رو در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. پروردگارا، مدتی است که در اینجا استاها و صاحبکارا و همه این نمازگزارا مبلغ گذاری کرده ایستادند برای تعمیر و ترمیم این مسجد و مرکز. پروردگارا، در عوض این همه مهنت و زحمتشون و در عوض این هر یک سومونی که در اینجا صرف کردند و اون صاحبکارایی که مبلغ گذاری کردند، در عوض این همه مهنت و مبلغ‌هایشون عزت و برکت و سعادت و عزت دائمی این دنیا و آخرت نصیب روزیشان بگردان. پروردگارا، رحمت و مغفرت و خیر و برکتت رو برای همه ما دائمی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.